استهزایی است که همچنین آغاز گشته است. یک مرد با اندیشه های پلید و شیطانی در گذرگاهی پرخطر زنی را تعقیب می کند و محبوب زن جوان در گوشه‌ای کمین کرده است. کمک کنید! از این ماجرا فاجعه‌ای بزرگ پدید آمد. فاجعه‌ای که زنان و مردان بسیاری را در خوف و خون غلطاند و ناقوس‌های بزرگ قانون را به آواز درآورد. تو نباید تسلیم بشی. فکر می‌کردم تو منو دوست داری، بچه‌مونو دوست داری. من جونمو به خاطر تو به خطر انداختم. بیا بریم، بیا. خواهش میکنم. قربان من مکرر گفتم تو یک سربازی، یک سرباز حقیقی. وظیفه تو بالاتر از هر چیزیه که فکر میکنی، حتی محبت برادری. حمله! جهنم زیر پای من، اثری پرماجرا و بی‌نظیر که تمام مجلات و روزنامه‌های کشور آن را ستودند و تحسین کردند. فیلمی با هنرمندی فردین به نقش مردی که سرشتش از خشونت بود. سهیلا به نقش ریحانه، دختری که خشم را در او پرورد و با شرکت رضا فاضلی، فریبا، منصور سپهرنیا، خواجوی، اکبر هاشمی، جنتی شیرازی و حسن شاهین. ما جملگی در زندگی سرگرم کاری، جایی به دنیا بهتر از ایران نداری. جهنم زیر پای من، نمایشگر چهره عریان کینه و انتقام، تعدی و ستم و انسانیت در یک ماجرای غیر انسانی. تو جاده ها مردم امنیت ندارن، غروب که میشه مثل کلاغ میرن تو خونه هاشون. اینم شد زندگی؟ افسوس ریحانه، افسوس که دیگه کار از این حرفا گذشته. چرا انبار ارباب عادی شدی؟ آخه چرا پولاشو دزدیدی؟ آخرش تو واسه خودت درد سر درست میکنی. جهنم زیر پای من، نمایشگر چهره عریان دو گروه مخالف، آنان که برای مال و ثروت از هیچ جنایت روی نمیگردانند و آنان که در راه وظیفه خویش هر شکنجه‌ای را به جان خریدار میشوند. احمق جو مگه در رو نبستی؟ در بابزو نبستم، ترسیدم در ببندم و وقت دوزه نتونه بیاد تو ناراحت بشه میگیره بزنتم. جهنم زیر پای من، بزرگترین و پرخرجترین فیلم فارسی، پرماجراترین و هیجان انگیزترین فیلم سال، ماجرای قائله‌ای که با شرکت زبده‌ترین ماموران انتظامی کشور سرکوب گردید. جهنم زیر پای من، به کارگر